بعد الله گفت که بعد ای بزرگی خودش نام پدر و مادر گفت. گفت ای مردم، ما در بالا خدایم، در خانه‌تون پدر و مادر خدا. ما در بالا خدایم، در خانه‌تون پدر و مادر خدا. پدر پیغمبر است، پدر پیغمبر است، پدر پیغمبر است، مادر فرشته. خداوند هر دو را در قرآن طور نوشته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اینو من نبوش کردم برادر، یک حافیره اینو پس باش بگو ببینه که مولوی افسانه‌گو میگه که پدر و مادر الله هستند. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. امروز یا یک دو روز قبل یکی از نوارهای مولوی باختری به لقب اژدها را مشاهده کردم که در این نواری که یک چند ثانیه هست آشکار و واضح و شرک صریح اکبر واقع شده و مردم را به سوی شرک اکبر دعوت می کند. و البته که خواستم به این کفر صریح، به این شرک صریح که ابو لهب و ابو جهل و ابو طالب و عتبه و شیبه و ربیعه نگفته بود رد بگویم. برادران و خواهران موحدم، ما تا امروز هر جوابی که به مشرکین قبوری ها می دهیم و هر ردی که به نام علماها که به خود لقبهای مولوی و غیره و غیره را داده و به سر خود سله زده، یک جامعه به تن گرفته و خودشان را سیمایشان را سیمای یک عالم گذاشتند، و ما شاگردان آنها ضدیت میکند. هر باره که رد میگوییم، هر باره که جواب میدهیم، خود شما شاهد هستید که پیروان این طاغوت ها، پیروان این مشرکین و در گرد و اطرافش بوده به ما میگویند که ابو محمد مدنی یا ابو اسامه رحمه الله، شما سختگیری میکنید، از پیش خود سخن میکنید، این علمای ما علمای ربانی هستند، اینها کفر و شرک نمیکنند، گویان به ما رد میزنند. وقتی که ما صحبت کردیم در حق امام مشرکین، شاگرد بزرگ شیطان لعین الرجیم حکمت الله که از خر خانه اش هم گمراه تر بود، همچنین سر و صداها را بلند کردند که گویا این انسان مشرک گمراه این چنین سخنها را نگفته است، حالا که کتابش وجود دارد. ما به کتابش اثبات کردیم، بعد از این خاموش شدن. وقتی که برادری ما شیخ ابو اسامه رحمه الله تعالی در حق این باختری که دروغ و زور و بهتان به خودش لقب مولوی مانده است، این دروغ میگه مولوی نیست، زیرا که لقب مولوی این یک دکتر علمهای اسلامی، پروفسور علمهای اسلامی گفتنی سخن است. مولوی یک عنوان درجه بالای علمی است، اگرچه در نزد این صوفی ها باشد، لیکن مولوی ها بسیارش حد و حدود دارد. لااقل در دنیا دو الله، دو خدا وجود دارد نمیگوید مولوی. لیکن بارک الله فیکم، اینها دروغ بر خودشان لقب‌های مولوی را گذاشتند، لقب مولوی ها را هم زیر پا کردند.
در اول در تاجیکستان لقب ملا بود، حالا هیچ کس خودش ملا گفته نمیتواند، زیرا که ملا هر کس به خودش لقب ملا مون، ملاگی به تمام این نامی شرمنده ها شد. گویا انکنون صوفی ها لقبی نو گرفتن، لقب مولوی فلانی، مولوی اژدهار، مولوی خرکله و غیره و غیره. لیکن این مولوی بیچاره لقب مولویگی را هم شرمنده کرد. از این روز پس هر کسی که خودش مولوی میگوید شرمنده شد، دیگر مولوی نگوید. اولا خطاب من به پیروان این مولوی ها، به پیروان این علمای طاغوت پرست مشرک کافری که در تاجیکستان خودشون صوفی گفته است. من به شما مراجعت میکنم که شما الله را آیا عبادت میکنید یا که انسان را؟ شما الله پرست هستید یا که انسان پرست؟ آیا شما یک الله دارید که عبادت میکنید یا دو الله و سه الله دارید؟ شما آیا مشرک هستید یا که مسلمان هستید؟ شما کی هستید بالاخره حقیقت بیان بکنید. مختصری سخن همین است که به نام مولوی به لقب اژدهار که از خری خانهش این گمراه تر است، زیرا که هر یک حیوان میداند که الله رب العالمین واحد القهار است، الله احد است، هر حیوان میداند. اما مولوی که سله دارد، کلش خیلی بزرگ است، ریشش ماشاءالله تبارک الله، در برش ریدا دارد، امام مسجد است، خودش پیشوای تمام تاجیک میداند، با دوره حدیث را هم گویا یک ماه دو ماه خوانده بود است. شرم دار به یک ماه دو ماه دوره حدیث هیچی نمیشی، چند سال باید بخونی؟ انا همین انسان دوره خان، انسانی جا عالم به نظر خودش ببینه چی میگه. یک لحظه پدر و مادر گفت ای مردم من در بالا خدایم، در خانه تو پدر و مادر. الله المستعان، الله المستعان. الله بزرگی بعد از خودش بزرگی پدر مادر گفت است و گفت است که یعنی اینو خدا میگن، الله ترجمه کردن به کلمه خدا، یعنی همون الله. الله گفت است که من در آسمان خدایم، یعنی الله آسمان من هستم، پدر و مادرت خدا در درون خانت است. مگر همین سخن کفر صریح آشکار و واضح نیست؟ مگر همین سخن قائل بودن به دو خداگی که خودشان میگویند نیست؟ مگر همین سخن مردم را دعوت کردن به سوی عبادتی پدر و مادر نیست؟ پس این چی است؟ ما تا کی سخنهای این مولوی های اژدهار صفت را که آشکار و واضح کفر و شرک صریح هم میگویند و هم می نویسند، تا کی اینها را به خوبی بگویم که نه مقصدش دیگر بود؟ مولوی معین الدین که از خری خانهش این هم گمراه تر است، برآمد آشکار و واضح گفت که هر وقتی که به سر قبر پیامبر می روید، شما برایتان مستحب است که از پیامبر گویید که اسألک شفاعت یا رسول الله، ای پیامبر من از تو میپرسم شفاعت را یا رسول الله. گفته سه بار بگه. شرک صریح اکبر آشکار بود. حکمت الله مشرک گفت که استغاثه کردن به مرده ها هیچ باکی نداره. بالاخره مولوی باختری اژدهار میگوید که آشکار و واضح تر میکند، حقیقت مذهبی صوفیه با واضح میکند، نمیگوید که ما دو خدا داریم، یک تیش در آسمان است، یک تیش در زمین است. الله المستعان. پس با همین سخنش این مشرک است، این کافر است، از پشت این نماز خواندن باطل است، زنش برایش طلاق است، توبه نصوح کند، شرک ترک کند. اولا شرک مولوی باختری از شرک ابو لهب، از شرک ابو جهل بدتر است و سخت است. چرا؟ برای آن که ابو جهل
ابو لهب یک الله در بالا، یک الله در درون خانه، پدر و مادر الله، یک خدا در بالا، یک خدا در درون خانه نمیگفت. آنها میگفتند که یگانه الله هست در بالا. اما این چیزهایی که ما واسطه میگیریم، اینها بین ما و بین الله شفاعت کننده و واسطه هستند. اینها الله نیستند، اینها خدا نیستند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما اینها فقط به خاطر عبادت میکنیم که ما را به الله برساند. یعنی آنها در عبادت به الله شریک قرار داده بودند، اما دو خدا، دو الله وجود دارد نمیگفتند. زیرا که آشکار واضح در سوره زخرف آیه 87 آمده است که ولا ان سألتهم، اگر مشرکان را سوال کردی که من خلقهم لیقولون الله، شما را کی خلق کرد؟ الله. زمین و آسمان کی خلق کرد؟ الله. یگانه رب العالمین کیست؟ الله. به زبان تاجیکی خود این، به زبان این صوفیای قبوری بگیم چند تا خدا هست؟ یک تا الله. ابو لهب، ابو جهل همین سخن میگه. اما مولوی دوره خونده این دوره رو در کجا خونده است؟ در گرد اطراف کدام دیگو طبق خونده است که حالا نفهمیده است سوره اخلاص رو. سوره اخلاصی که هر یک موحد فرزندی یک ساله دو ساله که نفس سخن کرده بابا آچه ماما میگه و همون تعلیم میتن که قل هو الله احد، بگو که الله یکتاست. همین فرزندهای ما ای باختری مشرک، همین کوچک کوچک فرزندها، فرزندی همه مسلمان ها، فرزندی موحدین، وقتی که زبان میبرارند همین مابین یک هفته دو هفته یا یک ماه اول بعد همین سوره اخلاص تعلیم میگیرند یا که یک و دو چه تعلیم میگیرند. اولین سوره اخلاص، اولین آیت سوره اخلاص به مولوی باختری رد. من هیچ فکر نمی کردم که روزی می شود که ما به مشرکین، به همین صوفی هایی که خودشون مولوی میگن درباره این صحبت میکنیم که هی مردم الله یک تا از دو تا نگوید. مجوس هم وقتی که گفتن که خدای ظلمات و خدای تاریکی، کم کم شرم داشتم این سخن را میگن، نمیتونند که گفتن نمیتونند. اما مولوی باختری همین خیل برا وایمه کرده میگه که الله گفت که در بالا او خدا، در زمین در درون خانه پدر و مادر خدا است. اعوذ بالله. ما جوابمون انا همین سوره اخلاص است. الله سبحانه و تعالی میگوید قل، بگو، این امر است به کی؟ به محمد صلی الله علیه و سلم. الله به محمد صلی الله علیه و سلم امر کرده میگه که بگو ای محمد به مشرکین بگو که الله احد، هو الله احد، او الله یکتاست، تنهاست، شریک ندارد. در آسمان و زمین، در درون خانه، در درون این عالم و در بیرون، در همه جا الله یکتا و تنها، این الله رب العالمین است. ای مشرک، سوره اخلاص یک بار نظر بکن، یا در نزد شما قبوری ها سوره اخلاص هم همین قل هو الله احد هم از آیت های متشابهات است. زیرا که هر آیتی که ما به شما میاریم شما میگید این آیت متشابه است. این مشرک حاجی مرزا، این دیگر تو و این اژدها را قل هو الله احد را بگوید که متشابه است یا محکم است. اگر متشابه گوید با کافر، اگر محکم بگوید آخر چرا شما نفهمیدید که الله یکتا است؟ الله الصمد، الله بی نیاز است. لم یلد ولم یولد، هیچ کسی را تولد نکرد و از کسی تولد نشد. ولم یکن له کفوا احد، و هیچ کسی هیچگاه برابر الله نمی شود. آخری سوره انمین اخلاص، سوره قل هو الله احد، باز یک رد کوبنده
مشتی کوبنده به دهان این اژدهار مولوی بختری است که میگه ولم یکن له کفوا احد، هرگز هیچ کسی با الله برابر شده نمیتواند. ای مشرکین، پدر و مادر را این قبوری ها، این صوفی ها چنان منزلت و مقام دادن که گفتن در درون خانه، در زمین، پدر و مادر این خدا است. این اعوذ بالله گو که رب است و الله هست. و این چنان غلو در حق پدر و مادر کردن که سبحان الله امروز حتی پدر و مادر کفر و شرک و تمامی ضدیت به الله سبحانه و تعالی بکند در نزد اینها باقی ندارد. برای چی؟ برای اینکه پدر و مادر است. امروز به دعوت ما خیلاها غضبشون میاد، قبوری ها غضبشون میاد، به مردم عادی میگن که ابو محمد مدنی خوب نیست، گوش نکنید، برای اینکه پدر و مادرتون این کار میکنند. ما میگوییم که اینها پدر و مادرشان را به خودشان رب گرفتند، اله گرفتند. مردم عامه باور نمیکردند، به ما باور نمیکردند. اما امروز دیدید که بزرگ شما، همون هم قوم شما، از بین شما به زبان تاجیکی شما میگوید که در آسمان الله خدا، در زمین پدر و مادر خدا. اکنون چی میگوید؟ باز به کدام عذر میروید؟ عذری ندارید. هر کسی که همین انسان دیده و دانسته مشرک نگوید، پیروی از همین بکند، مشرک است. از این شرک در تاریخ از این دیده دیگر شرک و کفر واضح سبحان الله نشده است. الله سبحانه و تعالی هر پیامبری را که فرستاد علیه السلام تا امروز بارک الله فیکم، همه اشون دعوت میکردند که الله یکتاست، تنهاست. و در درون قرآن صدها آیت است که میگوید که الله یکتا و تنهاست. مثلا سوره انبیاء آیت 25 رو نظر بگیرید. الله میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. آن رسولانی که ای محمد، آن رسولانی که پیش از تو ما فرستاده بودیم، به همه اشون وحی کرده بودیم، به همه اشون گفته بودیم که همانو که نیست معبود برحق بجز من و یگانه مرا عبادت بکنید. یعنی برادرانم و خواهران موحدم، ای مردم، همه پیامبران وقتی که مردم را دعوت میکردند، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، هود، صالح، لوط، موسی، عیسی و دیگر صدها پیامبر دیگر، به قومشان میگفتند که یگانه معبود برحق، یگانه ذاتی که انمین الله است عبادت کرده می شود، هم در زمین و هم در آسمان، در تمام کائنات. این یگانه خودش انمین چی است؟ رب العالمین است. این الله است. به زبان خود شما صوفی ها بگویم، شما حتی کلمه الله حالا ممکن نفهمیده شد که الله چی است گفته شاید ایستاده باشید. قبوری ها ما به شما میگیم که خدایی که شما میگید، در این قرآن آمده است که خدایی که شما میگید، یعنی الله در زمین و آسمان همین یک الله وجود دارد. همه پیامبران اینو دعوت میکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم همین به دعوت کرد. و ما صوفی ها میگن، مردم عادی میگن که برادرها، طالب علم ها، به این علما در مسائل کوچک اختلاف کرده چیکار میکنید؟ او خیر، همون دو خدا وجود دارد گفتن، دو الله وجود دارد گفتن، پدر و مادر به مقام ربوبیت رسانیدن و الوهیت رسانیدن، مگر همین مسئله اختلافی مسائل کوچک است؟ مگر از اصول دین نیست؟ هر کسی که مسئله اختلاف میگه دینم مرتب است. حالا نفهمید است که اصول دین چی است. شیطان لعین الرجیم میداند که الله در زمین و آسمان در همه جا یکتا است. در سوره نحل آیه 36 الله میگه ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و تحقیق همانا که ما
فرستادیم در هر یک امت به همه ملت ها رسولان را که وظیفهشون این رسولان چی بود؟ وظیفه رسولان همین بود که میگفتند به مردم که ان اعبدوا الله، یگانه الله عبادت بکنید، رب شما یکتا و تنها الله است، و اجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت از غیر الله دست کشید. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی خودش بیان کرد در میثاق و گفت الست بربکم قالوا بله. آیا من رب شما نیستم؟ یگانه و تنها من رب شما نیستم؟ این مولوی اژدهار هم در همون میثاق بله شهید نه، بله شهادت میدیم که تو رب ما هستی، اما شهادت رو فراموش کرد. اما این جهلش در این مسئله عذر نیست، مشرک است. الله سبحانه و تعالی به طوری یک دیگر به شما بیان میکند که در سوره انبیاء آیت 22 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اگر در این زمین و آسمان ها یک معبود دیگری، یک اله دیگری بجز الله وجود می داشت، حتما فسادی بزرگ به وجود می آمد. پس پاک است الله رب عرش از آن صفتی که مشرکین به الله نسبت میدن، یعنی از آن وصف مشرکین به الله وصف میکنن. این مشرکی مختاری هم گفت که وصفی الله وصف کرد، گفت که الله در بالا خدا است. خدا گفت که من در آسمان یعنی خدا هم، و در خانه کی گفت سبحان الله پدر و مادر. از نام الله میگه، این یک کفر دیگر است. از نام الله میگه. سؤال ما به مولوی لقبی دروغینی کذابی باختری خرکله اژدهار همین است که الله همین سخنش رو در کجا گفته است؟ کنی بیار تورات بیار، انجیل بیار و کتاب قرآن بیار. همین تورات و انجیلی که امروز در دست یهود و نصارا هست و تحریف شده، از اول تا آخر تغییر داده شده است، در همون این سخن نیست. در همون این سخن نیست. کنی بیار پیروان این مولوی ها، ای مردم شما یک طلبات داشته باشید، شما از این پیشواتون یک حجت طلب بکنید. نشود که در روز قیامت شما بگید که ای مولوی تو مرا گمراه کردی، نجات نمیابید، تی مولوی میروید به جهنم. ما مولوی گمراه کرد این حجت نیست، این نجات نیست. مقلدین در شرک اکبر عذر ندارد، مشرکین است. سبحان الله. یعنی الله در این آیت آشکار و واضح بیان کرده ایستاده است که در زمین و آسمان ها غیر از الله یگان دیگر اله وجود ندارد. یگان دیگر اله وجود ندارد. سبحان الله. یگان اله دیگر وجود ندارد. و سببش رو هم با عقلان گفت. اگر اله می بود، دو خدا می بود، حتما فسادی بزرگی به وجود می. اما وجود ندارد. یگانه الله هست. پس در آیت دیگر الله سبحانه و تعالی سوره 165 آشکار و واضح بیان کرد و گفت که قل انما انا منذر وما من اله الا الله وما من الا الله الواحد القهار. یعنی همانو که من رساننده و بیندهنده از جانب الله هستم و هیچ اله بجز الله یکتا و تنها واحد القهار وجود ندارد. یعنی یگانه ذاتی که عبادت می شود و رب العالمین است که شما همه خدا می گوید، الله یکتا و تنها امین الله است که واحد است، یکتا است، تنها است، شریک ندارد، نه در زمین نه در آسمان، و قهار است.
از الله بترس. ای انسانی که شب و روز مردم را به سوی کفر و شرک دعوت میکنی، از الله بترس، وگرنه عذاب الله در بالایت شدید است. این شرم است به همه مولوی ها، به همه مولوی ها شرم بود. شما چرا این یکی از مولوی های خود اداره کرده نمیتوانید؟ نخود شما به خاطر آبرو، به خاطر مشهور شدن این قدر کفر شرک را به پروا نداشته باشید. بله، عاقبت صوفی ها انمین است، اما پروا نداره. هیچ چیز مانند الله، برابر الله شده نمیتواند. اگر پدر و مادرت باشد، اگر این حاکم طاغوتت باشد، هر کسی باشد. سبحان الله. الله گفت رب السماوات والارض. الله رب آسمان ها و زمین است. فاعبده واصطبر. یگانه همین الله عبادت کن. هل تعلم له سمیه؟ آیا به همین الله یگان مانندی برابری رو میدانی؟ یعنی نمیدانی، وجود ندارد. این استفهام اینکاری است، وجود ندارد. اما وقتی که انسان عقیده ندارد، وقتی که انسان معنای لا اله الا الله را نفهمید، وقتی که انسان کفر به طاغوت ندارد، وقتی که انسان دعوت پیامبر را نفهمید، وقتی که به خاطر چی این پیامبران قرآن و سنت آمدن است را نفهمید، دیتش به اهل توحید است و به توحید و به کلمه لا اله الا الله است، عاقبتش همین است که به سوی بنده پرستی مردم را دعوت میکند، به سوی پدر و مادر پرستی دعوت میکند، دیگر به نام ایشان و مولوی و حاجیش میبراید به سوی انسان پرستی، حاکم طاغوت پرستی دعوت میکند، دیگرش میبراید به سوی برادر گفتن قبوری و رافضه دعوت میکند. عاقبت این مولوی های شما، این صوفی های رقاصه گمراه شما، این قبوری ها همین است و عاقبتشان شرک صریح است. ما براءت خود را اعلان میکنیم از این مشرکین. ای موحدین و ای مسلمان ها، براءت خود را از این مشرکین اعلان بکنید. از پشت این انسان نماز خواندن باطل است. اگر توبه نکند به جماعت به جنازش رفتن هم حرام است. توبه کند، زیرا که در بینش طلاق واقع شده است. خارجه یکی از علمای سلف صالح میگویند هر کسی که به کفر صریح واقع شد در حالتی که خود را مسلمان میگفت، بدانید بلغوا انی، از من رسانید که بینش، یا گفتن ازواجهم مطلقه، زنهایشان مطلقه شد. انا جواب شما. اما به من خبر آمد که برادری گفتن که این سخنی مولوی در یک بار نیست. مولوی سخنش در حق پدر و مادر این فقط این یک نه، با یک در یک چند جای دیگر در حق پدر و مادر با غلو کرده است. در یک جای دیگر میگوید که پدر و مادر این پیغمبر است. یعنی الله پدر و مادرت باشه، پیغمبرت پدر و مادرت باشه. پس دین همین گفته پدر و مادرت است. معنای سخن اینا همین است که پدر و مادرت هر چیزی میگوید به همون اطاعت. برای همین ما میگیم که هر کسی که شرک اکبر و کفر اکبر کرد مشرک است. سخن ما به اونها سخت میرسد. برای چی؟ برای اینکه ما رب اینها را، اله معبود اینها را تکفیر میکنیم. ربشون، معبودشون، الهشون پدر و مادرشون است. پدر و مادر مشرک کمونیستشون میگه پدر و مادر تو مشرک است. بعد از این اینها به ناله میغلطند، میگن که رب ما، اله ما، معبود ما را چخیل شما کافر میگید. برای همین غضب میکنه. پس باور بکنید این مردم مظلومی مسلمان جیک با این علماهای گمراه خیلی در یک مصیبت بزرگ است. این علما مصیبت این ملت است. این علما، علماء السوء، علمای راهی جهنم، علمای دعوت کننده به سوی شیطان، شاگردان شیطان، علماء الشرک، علماء الطاغوت، این علما خواری و ذلت و بدبختی را به بالای انا همین ملتی مسلمان تاجیک انا همین ها میاره. تا روزی که این بدبخت ها، این گمراه ها را شما شناخته از گمراهی اینها
خود کنار نگیرید، بدانید که شما هم با همراهی همین ها هستید، حکم شما هم حکم همین ها است. با همین این مختصرا سخن به پایان میرسونیم. نصیحت ما به مولوی به نام مولوی باختری اژدهار با کلیچکه ریکت هم بوده است و با شاگردانش، با این جماعتش، بندش میگوییم که شما 2 سوره را خوب خوانید، از یگان کتاب بزرگ نه، از تفسیر آسان بیان به حرف کریلی عادی نوشته است. شما بسیاری طولانی یگان کتاب غفص نگیرید که با خطا میفهمید. شما کلمه عادی تاجیکی همین مکتبی میانه تا صنف 4 نوشته شده است. سوره فاتحه، سوره اخلاص خوانید، مسلمان شوید. هر دو همون سوره خوانید. الحمدلله رب العالمین، حمد و ستایش همان ذاتی که رب عالمیان است. 18,000 عالم میگه. آخر همین یکی از همون عالم مگر همون خونه یا زمین همین عالم نیست مگر؟ رب العالمین همین الله است. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، هم روز قیامت هم همین الله است. ایاک نعبد، یگانه تو را عبادت میکنیم. پدر و مادر این خیلی گپ نیست. و ایاک نستعین، و یگانه تنها از تو طلب کمک میکنیم. پدر و مادر کنی کجاست؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. انا این سوره را خوب خوانید و بعد از این قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خواهش میکنم به همه مسلمان تاجیک که شما فرزندهای خود را همین 2 سوره را تعلیم بدید. همین موبایل یک هفته به یک بار ترجمهش بگویید، لااقل فهمند که الله یکتا است، یگانه عبادت کرده میشه. پدر و مادر این یک انسان است، این احترام کرده می شود، اما هیچگاه در یگان جا الله نگفته است که پدر و مادر در زمین هم در خانه پدر و مادر است. این کفر دوم، کفر صریح دومی باختری انا همین است که از نام الله دروغ میگه. چهله که آیت رو الله ذکر میکند که در این آیت آمده است ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن القیم جزم میگن که الله در این آیت گناه‌ها را از زینه پایان ذکر کرد. فحش، گناهایی که ظاهر است و باطن است، بغی و غیره، و بعد از این گناهی از همه بلند شرک، و از همه گناهی بلند که از شرک هم بدتر است، این در حق الله یک سخن گفتن است در حالتی که نمیدونی، جاهلانه. و ان تقولوا علی الله، و این که بگوید در حق الله ما لا تعلمون، چیزی رو که نمیدونید، چیزی رو که حجت ندارید، الله به شما اجازت نداده. کفر صریح و شرک صریح. خریستیان ها اگر عیسی را فقط یگانه عیسی را عیسی بن الله گفته باشند، الله تکفیر کرد. پسری الله گفته باشند. الله گفت لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. به تحقیق کافر شدن همون کسایی که همون گفتند الله سه تاست، یا کافر شدن همون کسایی که عیسی بن الله، عیسی پسری الله گفتند. اما امروز این صوفی قبوری میگه که در هر یک خاندان الله گفت که پدر و مادر خداست، یعنی هزارها خدای دیگر، اعوذ بالله، الهی دیگر این به وجود آورد. انمین است مصیبت، انمین است گمراهی و ضلالت. و با همین این سخن به پایان میرسانیم و امیدواریم که مولوی باختری توبه میکنه. امیدواریم که پیروان مولوی باختری این طرف و آن طرف زده سخنهای دروغ نمیگویند، توبه میکنند، از این کفر شرک توبه میکنید. دیگر راه نیست. شرک و کفر شما روز به روز واضح شده است. توبه کنید، دیگر راه نیست. شرک صریح و کفر صریح همان وقت توبهش قبول میشود که خیلی که آشکار شده بود آشکار توبه کند. آشکار کفر شرک گفتی، آشکار باید توبه کنی. در غیر این صورت حکم مشرکین و مرتدین کفار است. و با همین این رد ما به پایان رسید. امیدوارم که برادرها انا همین رد ما را جدا میکنند و اینا منتشر میکنند و البته که به مردم میرسند. و انشالله روز دیگر، روز آینده، به یک دیگر از صوفی ها
یکی از شاگردهای این مشرک هلاک شده، مشرک مرده، حکمت الله مشرک شاگردش سخن میکنیم که ما سخنهایی که میگویم از آسمان نیست، اینها در حقیقت میگویم. این مشرک دیگر میگوید که اونو فردا میگذاریم صحبتش، ویدیوش هست، میگوید که در همین زمین، میگوید ما البته عقیده صوفیه میدونیم که صوفی اعتقاد دارن که قطب وجود داره، 4 قطب، در 4 طرف قطب 4 صوفی همین زمین داشته میست. اگر همین 4 قطب نباشد زمین طوفان میشد، میکپد، میلرزد، نابود شده، میده شده میره. برای همین به این 4 قطب نماز نه، روزه نه، هیچ نه، اینو دم گرفته، کیف کرده، ضیافت خورده، زینو لطکوب کرده، معیشت کرده، گشتن دکار. چی به اینا قطب؟ اینا به وقت نیست نماز خوندن، به اینا همیشه زمین قبلی ایستاده، اسلامی ایستادنشون. اینا هم تو سر دادن، رکوع برفتن، نماز به سر کردن، زمین میلرزد، همه جا ویران میشه. اینها به عبادت نه، اینا فقط کیف کردنشون داره. کیفشون گویا که این زمین قبلیشون بوده است. ما این سخن گویم صوفی‌ها میگن که محمد مدنی تو این دروغ است، خطا است. انا که فردا ما ویدیو به شما ان شاء الله میبینید که در تاجیکستان شما نیم زاید علما و اکثرش همین عقیده را دارند. بعضش آشکار میگوید و بعضش پنهان میگوید. میگوید که این قطب میگه، یکی از قطب ما میگه سال 2000 بگیم 1991 92 رفت، دیدید میگه قطب رفت چه خیلی جنگ شد، چه خیلی جنگ شد، دیدید میگه همین قطب رفت، برای همون تاجیکستان کنترل از بین رفت. زیرا که تاجیک‌ها صوفی‌ها با خودشون کمتر قبول میکنن که تاجیک‌های صوفی، یعنی تاجیک‌های کمتر صوفی‌های تاجیک ضعیف‌تر بودن، قطب دنیا نه، قطب تاجیکستان خودش بودن. یعنی این صوفی‌های تاجیکستان مراد دنیا نمیلرزه است، فقط تاجیکستان فقط تاجیکستان میلرزه است، برای همون قطب تاجیک بود است. اینا گفتن قطب تاجیک. قطب مرد 1992 جنگ سر شد. انا اکنون میگه تمام همین حکمت الله نمراد میگه اگر این مراد میگه این با ویسش بزرگه، میگه این خیلی درجهش بزرگه، این مراد میگه کورو گند مرحمت مرد چی شد؟ هیچی نه، ماشاءالله تبارک الله، همه جو خیر است، از شرش همه امین موند، خرسان شدیم الحمدلله. خیر فردا این مسئله صحبت